آیا تا به حال فکر کرده اید که یک خودرو چگونه قبل از منحرف شدن از جاده تعادل خود را حفظ می کند؟ پاسخ در یک قطعه کوچک روی موتور نهفته است. سنسور ناک. این سنسور مستقیما روی بلوک موتور نصب می شود و لرزش‌های مکانیکی را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل کرده و به واحد کنترل موتور ECU می‌فرستد. ECU این سیگنال‌ها را در زمان واقعی تحلیل می‌کند و زمانبندی جرقه را به طور پویا تنظیم می‌کند تا از احتراق زودرس جلوگیری شود بدون آنکه عملکرد موتور کاهش یابد. از نظر ساختاری یک سر سنسور به ECU متصل است و سر دیگر به طور محکم به بلوک موتور پیچ شده تا لرزش‌ها به صورت دقیق ثبت شوند. هنگام کار موتور، لرزش‌ها، حرکت‌های نسبی بین بدنه سنسور و اجزای داخلی از طریق یک فنر داخلی به عنصر پیزو الکتریکی منتقل می‌شوند و سیگنال الکتریکی تولید می‌کنند. هرچه لرزش شدیدتر باشد، ولتاژ تولیدی بالاتر می‌رود، به ویژه در زمان وقوع ناک موتور. علاوه بر این، مقاومت زمین داخلی سنسور کمک می‌کند تا نویز و تداخل‌های الکتریکی کاهش یابد و سیگنال ارسالی پاک و دقیق به ECU برسد.